وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ما در عصر غیبت و در هدنه موظف به تقیه کالمتشحق بدمهی، یعنی مثل کسی که به خون خودش غلطانه در راه دین، کسی که تقیه میکنه، کسی که کتمان میکند سر اهل بیت رو. نمیشه همه رو مطرح کرد، نمیشه همه چیز رو بیان کرد، اما در کنار این تقیه یه مسئله مهم هست که حق نباید کتمان بشه. این نسل جوان امانت باید بدانند اینایی که روبروی سید الشهدا ایستادن اینا عقیدهشون چی بود. چون عمر بن سعد روز عاشورا صدا میزد ای مسلمان ها حرکت کنید که بهش منتظر شماست. قرآن کریم معرفی میکند حق و باطل رو بیان میکند. اینایی که آمدن گفتن حسبنا کتاب الله، آیا راست گفتن یا دروغ گفتن؟ اینایی که واقعه کربلا شرکت کردن مسلمان بودن یا دینشون معلوم نبود چی بود، دین رو بازیچه گرفته بودن؟ قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، ای کسانی که ایمان آورده اید خدا و رسول خدا را اطاعت کنید. بعد فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ببینید رسول خدا چی میگه، بهش عمل کنید. شما را اگه نهی کرد کاری رو انجام ندید. بعد فرمود فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگه درگیر شدید، اختلاف پیدا کردید، قرآن رو ببینید، کلام پیامبر رو ببینید. پیامبر اگه حاضر بود برید از پیامبر سوال کنید. چه مسئله بالاتر از بین بردن حق؟ کسایی که یورش برده بودن تا حق را از بین ببرن، کسانی که میخواستن حق را از بین ببرن، در منازعه باید به کی رجوع کرد؟ برای تشخیص حق و باطل چه کسی رو باید دید؟ ما قرآن و سنت رو میاریم جلو. آقایونی که ادعا میکنن مسلمانن ابن تیمیه رو آوردن جلو، میگن ابن تیمیه در واقعه قف میگه قیام سید الشهدا موجب خیلی از بدیها شد و ضررش زیاد بود، در صورتی که طبری نقل میکنه من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان. هم شراب میخورده، هم زنا میکرده، هم آل الله رو به قتل رسونده. کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، حق که خدا رو تو جهنم بندازه. قرآن تصریح دارد به این کلام. اینایی که روبروی سید الشهدا ایستادن و رأس اونها یزید کسی است که به جرم سلطنت میکرد، مخالف سنت رسول خدا بود، انسانها رو میکشت، به زور حکومت میکرد. این عبدالله ابن حنظله پسر همین غسیل، حنظله غسیل الملائکه است.
سال 63 یزید عده‌ای از بزرگان مدینه رو دعوت کرد، گفت بیایید میخوام چند روز مهمونیتون کنم، چند روز از شما پذیرایی کنم. عبدالله ابن حنظله رفت برگشت با عده‌ای از بزرگان مدینه. سوال کردن عبدالله چه خبر بود؟ هو رجل لا دین له ینکح الامهات والبنات والاخوات و یشرب الخمر و یدع الصلاة و یقتل اولاد الانبیاء. هم شراب میخورد، هم زنا میکرد، نماز نمیخواند، بچه ها و ذریه رسول خدا هم به قتل میرسوند. گفت مردم منم از امروز بیعتم و از یزید برداشتم، این خودم این بچه ها جلو حاکم جور می ایستم. لذا خارج شد، عده‌ای طرفداری کردن. خبر به یزید رسید که عده‌ای در مدینه شورش کردن، بیعت رو برداشتن. مسلم ابن عقبه رو فرستاد، ببینید اینا چه جور آدمایی هستند، اینا نطفه چی هستند؟ مسلم ابن عقبه رو فرستاد، گفت 3 روز مال، جان، ناموس، هر کاری دلتون خواست با این مردم انجام بدید. ببینید تاریخ تکرار میشه، خصوصا این جوونا، تاریخ تکرار میشه تا حق زیر پا نره. زینب فرمود نام ما پاک نمیشه. ببین تمام این گروهی که میجنگن، این گروه کفری که امروز حرکت کردن و شیعیان مظلوم رو ذبح میکنن، اینا همون نطفه از همین نسل و لذا فرستاد مردم مدینه به قتل رسوندن، تجاوز کردن، هر آنچه از دستشون برآمد انجام دادن. بعد همین گروه برای که یزید رو از این جنایتش خارج کنن، باز تمسک کردن، به جایی که به کتاب و سنت تمسک کنن و حق رو درک کنن، به کلام ابن تیمیه میگه یزید که کاری نکرد، بنی اسرائیل انبیاشون رو میکشتن، این یه فرزندی از فرزندان رسول خدا رو به قتل رسونده. بعد میگه یزید اونقدر حسنات دارد که این سیئاتش رو محو. قرآن من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. قرآن کریم کسی که مسلمانی رو میکشه، آقا امام حسین مسلمان نبود؟ ذریه رسول خدا نبود؟ پیامبر اکرم نفرمود سیدا شباب اهل الجنه؟ مگر نگفت به خدا و رسول خدا رجوع کنید؟ پیامبر اکرم در مواطن مختلف فرمود سیدا شباب اهل الجنه، اشاره کرد به امام حسین امام حسن. مثل فردا صبح بس سید الشهدا خسته بود، یه لحظه تکیه دادن به شمشیر، خوابشون بود. یه دفعه دید زینب صدا میزند یا اخی اما تسمع هذه الاصوات قد اقتربت. برادرم این صدا رو نمیشنوی؟ نزدیک شدن. از اون خواب خفیفی که رفته بودن بیدار شدن. گفت چه خبر است؟ دید سر و صدا میاد، لشکر عمر بن سعد داره نزدیک میشه. یه جمله‌ای به حضرت زینب فرمود، گفت خواهرم این لحظه‌ای که خوابم برد، جدم، پدرم، مادرم، برادرم رو در خواب دیدم. یه جمله‌ای فرمودن یا حسین انک رائح الینا، داری میای نزدیک ما. اونجا بود لطمت علی وجهها، اونجا زینب به صورت زد. بعد امام حسین آرومش کرد،
ببینید ابوالفضل که امشب شب ابوالفضل چگونه خطاب میکنه. یا اخی به نفسی انت قم و خاطب القوم، برادرم جانم به فدایت، بلند شو با این قوم صحبت کن ببین چی میخوام. برگشتم گفت برادر نامه آمده است از ابن زیاد، گفتن یا مردا تسلیم میشن یا همه را بکشید. گفت برادرم بهشون بگو یه شب به ما مهلت بده. آمد گفت برادرم یک شب مهلت میخواد عمر بن سعد. گفت اجازه نمیدهیم. امر آمده از صدا آمد بابا این ذریه رسول خداست، به او فرصت دهید. ببینید سید الشهدا این فرصت رو برای چی خواسته؟ فرمود من قرآن رو دوست دارم، توسل رو دوست دارم، تسبیح رو دوست دارم، دوست دارم امشب با خدای خودم خلوت کنم. لهم دبی کدبی نه ما بین قائم و اون شب زمزمه عجیبی بود. کی؟ اون کسی که برای نصرت خدا رفته بود. اون شب رو مهلت گرفتن. در مقابل اون گروه چه کردن؟ میخواد با خدا راز و نیاز کنه. گفت صدا میاد از خرابه شام. ببینید حق و باطل رو، قرآن و سنت رو. گفت ذریه رسول خدا دختری است کوچک دارد، 6 ساله بلند شده بهانه باباشو میگیره. انسان فاسق، انسان فاجر. گفت برید سر باباشو براش بیارید، اینها رو بیشتر آزار بدید. اونهایی که خدا میفرماد ما اینها رو پاکیزه کردیم، ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم. سوال نکردید از خودتون چرا رسول خدا دست امام حسن و امام حسین رو گرفت؟ این همه اصحاب چرا سراغشون نرفت؟ چرا دست فاطمه زهرا رو گرفت؟ این همه زن داشت پیامبر، دست یکی از زنان دیگه‌اش رو میگرفت، دست دخترش فاطمه رو نمیگرفت. اینا همش قرآن و سنته. قرآن معرفی میکنه، میگه ابناءنا و ابناءکم، فرزندان ما اینا حجت خداست، میارمشون جلو شما تا حجت خدا رو بر شما نشان دهن. برای اینکه حق و باطل مشخص شود آقایون، کسی که میخواد بره توی کلمه توی قضیه واسطه بشه، بهترین افراد رو واسطه قرار میده. افرادی که وجیهن، افرادی که موزونن، افرادی که مورد قبولن. پیامبر اکرم برای اثبات دین دست حسن و حسین رو گرفت. یعنی مردم سنت رسول خدا یه موقعی اگه واقعی رخ داد حق با اینه ها. قرآن وقتی میفرماد که رسول خدا رو اطاعت کنید، اشاره به این مواطن دارد. عبرة لأولی الالباب. چرا قرآن میگه عبرة لأولی الالباب؟ این که خدا قضیه یوسف رو نقل میکنه در قرآن کریم و قضیه یعقوب رو نقل میکنه، میگه ابیضت عینا. خدا دوست دارد این قضیه گریه یعقوب رو که قضیهش رو نقل میکنن، بلا اشکال به پیامبرش میکرد، نبیش میکرد، به فرستادش میکرد. تو 12 تا پسر داری، یکیشون از بین رفته است، چرا صبر نمی کنی؟ من این همه به صبر سفارش کردم. نه، گریه کرد. اصلش این بود واقعه زنده بمونه. هر کسی یعقوب رو میدید گریه میکرد، خدا قضیه مظلوم رو دوست داره زنده بمونه، همه بدونن، درس و عبرت بگیرن. هر کس میپرس یعقوب چرا گریه میکنی؟ گفت بچه‌م یوسف از دستم رفت. تا نگاهشون به برادر یوسف میافتاد در سرشون رو بر میگردن.
لذا این که میگن گریه کنی برای سید الشهدا اشک بریزی، این اشک قضیه زنده ماندن قضیه سید الشهداست. هر شعیره ای رو که انسان انجام میدهد برای حفظ دین، برگشتش به این است اولا اثرش برای خود انسانه، چون فرمود هر کس برای سید الشهدا گریه کنه فردا در بنایی نزد پیامبر اکرم خواهد بود. فرمود ما ملاقاتشون میکنیم، فرمود این جسدها نزد خداوند متعال امانته تا بریم جزاشون رو بهشون بدیم. لذا قضیه شعائر و قضیه سید الشهدا با الهام گرفتن از قرآن و قضیه یوسف قضیه حفظ دینه که مردم عبرت لأولی الالباب یه قضیه رو خواهد داد ابناءنا و ابناءکم مصداقشه، یطهرکم تطهیرا مصداقشه، الا مودت فی القربا مصداقشه، همه اینا مصداقشه. رخ خواهد داد به قرآن عرضه کنید، به سنت رسول خدا عرضه کنید، حق رو خارج کنید. آمد خدمت امام صادق فرمود آقا جان من خیلی به ابا عبدالله علاقه دارم، خیلی ابا عبدالله رو یاد میکنم، بفرمایید چگونه صدا کنم ابا عبدالله رو؟ فرمود رو به کربلا صدا بزن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گفت آقا جان منزل ما دور است، نمیتوانم خدمت سید الشهدا. گفت بیست به طرف کربلا و صدا بزن السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اما امشب میخوام من جور دیگه سلام کنم، اجازه بدید السلام علی الاجساد العاریات، سلام بر اون بدنهای حتی به اون لباس کهنه هم رحم نکردن. امام زمان جد تو 3 روز بدن عریان در اون گرمای سوزان به خودشون زحمت نمودن انگشتر از انگشت بیرون کنن، انگشت بریدن. السلام علی الدماء السائلات، سلام بر اون خونه‌های جاری، اون تیر سشابه وقتی به قلب سید الشهدا اصابت کرد نتونستن از جلو خارج کنن، لذا مجبور شدن از پشت خارج کنن. ارباب مقاتل می‌نویسن جرد دم کالمیزا، یعنی مانند آب ناودان خون جاری شد. لذا امام زمان می‌فرماد السلام علی الدماء السائلات، السلام علی الاعضاء المقطعات. گفت هرچی به دستشون بود به بدن سید الشهدا می‌زدن، هرچی به دستشون بود به بدن علی اکبر می‌زدن. قطعوه اربا اربا، السلام علی الرؤوس المشالات، سلام بر اون سرهای بالای نیزه. وقتی نگاش به اون سر افتاد به صورت زد، گفت برادرم پدرم همه قضایا رو به من گفته بود اما نگفته بود سر تو رو بالای نیزه. لم يستطع العباس صبرا بعد قتل اخوته و اولاد عمه و اخیه و کان آخر من بقی مع الحسین. دیگه فقط ابوالفضل مونده بود، بدنها رو در صحرا دید طاقت نیاورد، آمد جلو برادر فقاس خونه‌های ریخته شده رو میخواهم بگیرم. قال
بلند است. قال الحسین فاطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء. برادرم میخواهی بروی برو، ولی کمی آب طلب کن. فذهب العباس الى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الرحمن فلم ينفع. رجع الى الحسين يخبره. گفت برادرم امید از اینا نداشته باش، درشت کلامی کردن، جواب ندادن. فسمع الاطفال ينادون العطش العطش. ابوالفضل صدای بچه های شنید العطش العطش. فركب جوادا واخذ القربة وقصد الفرات. معش رو برداشت به سوی شریعه فرات حرکت. فاحاط به 4000 فرموه بالنبال. 4000 نفر رو محاصره کردند، او رو تیرباران کردند. فلم یأب بجمعهم، اعتنایی نکرد. فکشفهم عن المشرع ودخل الماء، وارد آب شد. واقترف منه ليشرب فتذكر عطش الحسين فرمى الماء على الماء. وارد شریعه فرات شد، آب برداشت بنوشد. یاد تشنگی حسین افتاد، آب رو بر آب کرد. به نظر من اصحاب مقاتل انصاف نکردند. ابوالفضل آب رو برداشت بنوشه، آب رو برداشت تا خونکی آب رو احساس کنه، آب رو ببینه. صدا بزنه برادر حسین جان به آب رسیدم، اما تو چون تشنه‌ای من آب نمی‌نوشم. یا نفس من بعد الحسین مونی و بعد لا كنت ان تكوني. هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. هيهات ما هذا فعالي ولا فعال صادق اليقين. زمزمه میکرد، گفت برادرم تو تشنه‌ای منم تشنه‌ام، آب نمی‌نوشم. امام زمان معذرت میخوام. فکمن له زید بن الرقاد من وراء النخله. یه نفر پشت درختی کمین کرد. فضربه علی یمینه، دست راست ابوالفضل را مورد هدف قرار داد. فبرأها، اون رو قطع کرد. و اخذ السیف بشماله، شمشیر رو به دست چپ گرفت. والله ان قطعتم یمینی اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين ونجل النبي الطاهر الامين. به خدا قسم برادر دست از تو بر نمیدارم، اگه دست راستم رو قطع کردم می جنگم. ناگهان امام زمان فکمن له حکیم ابن طفیل من وراء النخله، نانجیب دیگه از پشت درخت فضربه على شماله، دست چپ ابوالفضل را مورد هدف قرار داد. فقطعها، او را قطع کرد. فضم اللواء على صدره و تکاثروا علیه و تکهام کلمته، او را تیرگیران کردند. فاصاب القرب سهم، تیری به مشک اصابت کرد. و اریق ماؤها، آب مشک سرازیر شد. امام زمان امید میشکست امید نشود. تیر به مشک زدند و جفا خندیدند. یک صدا در همه کرب و بلا خندیدند. و سهم اصاب صدره، تیری به سینه ابوالفضل اصابت کرد. و سهم اصاب عینه، تیری به چشم ابوالفضل اصابت کرد. و ضربه رجل بالعمود على رأسه، ناگهان آهنی و نادى عليك مني السلام يا ابا عبدالله اخي ادرك اخاه. فاتاه الحسين ورآه مقطع اليمين والیسار. چی دید سید الشهدا؟ دست در بدن ندارد. متلطفاً به دمه، به خون آغشته شده است. انحنا علی ابا عبدالله الحسین خم شدند و بکا عالیا.
گریه شدیدی کردند و قال الان انکسر ظهری، الان کمرم شکست و قلت حیلتی و شمت بی عدوی، دشمن شاد شد. جلس عند ابی الفضل، نشست کنار ابی الفضل و اذ بابی الفضل التفت الی، متوجه شد ابی الفضل برادرم چه میخوایی بکنی؟ فقال سيدي ما تريد ان تفعل؟ فقال اريد احملك الى المخيم، میخوام تو رو به خیمه ببرم. صدا زد برادر مرا به خیمه مبر، برادر مرا به خیمه مبر، که سکینه چشم انتظار آب بود. آخر من وعده آب رو دادم، لب تشنه ماند آخر سکینه. ای اهل حرم میر علم